عبدالرزاق مردی از سمنگان که به تازگی وارد 9مین دهه عمرش شده است. او میگوید از 70 سال بدین سو در کنار غذایی روزانه تا 1 کیلوگرم سنگ نیز میخورد. تا را یک پیش کردم 91 ساله شدیم، یک پیش کرده خونه تیر نکردیم. خوردن من بگوینم رقم چیز است. سمنگان تنها این مرد سنگخور را ندارد. خیرالله هم سالهاست که پا به پای عبدالرزاق حرکت می کند. خیرالله هم میگوید از 25 سال پیش به خوردن سنگ روی آورده است. او چند سال پیش به درد معده مبتلا شد. با تلاش های زیاد دارویی برای بهبود معده‌اش نیافت، اما معجزه آسا این سنگ ها به دادش رسید و درد معده‌اش را گم کرد. تکلیف معده پیدا کردم، من گفتم دکترها زخم معده است، تکلیف معده است. حالا که میزدم برادر جون یه جا از نمیتونست، یعنی منه که خوردم فقط فعال خدا قدمی دوای من نمیشد. ممکن این پرسش احمقانه به نظر برسد که آیا سنگ میتواند ماهیت غذایی داشته باشد مثل نان و دیگر خوراکی های معمول که انسان ها از آن استفاده می کنند و اینکه چرا برخی انسان ها به خوردن سنگ رو می آورد. شماری از پزشکان در عین حال که سنگ خوری را نوعی از بیماری روانی می دانند میگویند که ممکن این کار باعث بروز بیماری های نزد افراد سنگخور هم شود. کسایی که بارها دیده شده که مشکلات روانی داشتن، دست به خوردن اجسام اجنبی مانند این قسم سنگ و آهن پاره و دیگه زغال و غیر از مواد غذایی یا تمایل پیدا کنه، از اکثرا عوامل ازی عوامل روحی است. آماری که ما به دست آوردیم در حال حاضر 3 تن دیگر هم مانند عبدالرزاق و خیرالله در ولایت سمنگان روزانه مقداری سنگ میخورند. به نظر میرسد آمار اصلی سنگخوران با توجه به میزان بالای بیماری های روانی و نیز جمعیت گسترده‌ای که زیر خط فقر زندگی میکنند بیشتر از این باشد.